ماموران زندان وحدت زبیدالله رازق عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را به شعبه جریموی یا شیزا انتقال دادند. یک نماینده محبس نو در وحدت روز 26 ایول به رادیوی آزادی گفت که زبیدالله رازق را برای ویران کردن نظام اتاق جزا دادند. او سال 2016 برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی به 25 سال زندان محکوم شده بود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی، نهایت معلوم شد که چرا زبیدالله رازق به شعبه جریموی برده شده است؟ بله، یک کارمند محبس وحدت بدون ذکر نامش گفت که زبیدالله رازق برای ویران نمودن نظام محبس مجازات شد و 15 روز در آنجا خواهد ماند. بیشتر از این حرف نزد که کدام نظام محبس را در چه شرایطی ویران کرده است نامعلوم. حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله رازق از خارج تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که با خانوادهشون در تماس بوده است و آنها فقط همین را میدانند که به شعبه جریموی محبس پرتافته شده است، ولی سببی اصلی روشن نیست. و زبیدالله رازق از فعالان و مؤسسان حزب نهضت اسلامی در کنار سید عبدالله نوری و دیگران به شمار میرفت و تا زمانی به 25 سال زندان محکوم شدنش رئیس اکادمی اسلامی همین حزب بود. خب میرزانبی، تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد که حزب نهضت اسلامی همچون سازمان تروریستی اعتراف شود. ظاهرا این مسئله هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با دادستان کل روسیه هم مطرح شده بود. نماینده های این حزب در تاجیکستان ممنوع در این باره چی میگویند؟ ببینید، مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده بودند. در این مدت عکس صدای نگرفته بودند و محمدین کبیری رئیس حزب فعالتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول گفت در این شب و روز که روسیه بنابر جنگ اوکراین دچار مشکل و در جستجوی شریک است، احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد. به قول او اعضای این گروه در پهنای سابق شوروی حضور ندارند و برای این حزب خطرزا نبوده است. تشکر. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افراطگرا و ممنوع دانسته است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی و ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارجه را در بر می‌گیرد. رهبران بعضی از این سازمان‌های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست دور کردن خود می‌دانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی شرح دادند.